دوستان اگه میخواین بوش اکسل تیوا یا ساینا رو جا بزنید، ما یه وسیله درست کردیم کاربردی، دیگه احتیاجی نیست که کل اکسل رو باز کنید. با این بوش جازن راحت میتونین بوش رو جا بزنید. بوش رو اول اینجوری جا میزنین، بعد دستگاه رو میبندین، یه مهره داره، مهره رو گیر میدین با یه آچار. با یه آچار میگیریم، بوکس بازو میزنیم، همین راحتی بوش جارم. دیگه احتیاجی نیست اکسل رو باز کنید، به همین راحتی بوش رو میتونین جا بزنید. اگه از این پست خوشت اومد، پستای قبلی هم نگاه کن، کلی ترفندهای جالب هست، واسه دوستانم بفرست.